می‌خواهید چیزی را بدانید که اکثر مردم در مورد پیشبینی آینده نمی‌دانند. با ریاضیات این امکان وجود دارد. کافی است از صدیق افغان بپرسید. صدیق افغان، ریاضیدان برجسته اهل افغانستان، به خاطر توانایی‌ها و دستاوردهای منحصر به فردش در دنیای ریاضیات شهرت جهانی کسب کرده است. او که به عنوان فیلسوف ریاضیات یا ریاضیدان بزرگ افغانستان شناخته می شود، بنیانگذار مرکز بین المللی فلسفه ریاضی در کابل است. این مرکز بر استفاده از ریاضیات برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های مختلف و پیشبینی رویدادهای آینده تمرکز دارد. صدیق افغان به خاطر پیشبینی‌هایش بر اساس مدل‌های ریاضی شهرت دارد. او معتقد است که از طریق تحلیل ریاضی می‌توانیم روندهای اجتماعی، اقتصادی و